و اما روز هفتم از چالش 30 روزه پلوهای مخلوط خوشمزه و نخود پلو. سلام رفقا. سینه های مرغ رو اونطور که دیدین قطعه بندی کردم، بهشون زعفران و نمک و فلفل قرمز میزنم و مخلوط میکنم و 1 ساعت کنار میذارم. حالا پیازهام رو نگینی میکنم و تفت میدم. نخود رو هم جداگانه با نمک میپزم و آبگیری میکنم و اضافه میکنم. همینطور شوید تازه کمی با هم تفت میخورن. سینه های مرغم رو هم جداگانه با حرارت بالا تفت میدم و بعد از آبکش کردن برنج با آب و زعفرون و روغن فراوون و یه دونه نون تافتون سوپرمارکتی این تهدیگ جذابو میذارم. حالا کافیه تو قابلمه های خوشگل تفلون کویرم لایه لایه موادی که آماده کرده بودم به اضافه شوید خوش روغن حیوانی فرد اعلی رو بذارم و 40 دقیقه دمش کنم. راستی رفقا، تفلون کویر به بهانه بلک فرایدی از 25 تا 50% تخفیف رو تمام محصولاتش گذاشته. پیجشون هم تو کپشن نوشتم. نوش جان.